چند سوال هایی که حاضر من در پیش دارم برای شما این سوال ها را انشاءالله جواب میگردانم. سوال اولی که از من کردن برادران عزیز و گرامی که در پیش من هست، نفری از من پرسیده است که برادر حاجی میرزا، آیا در یک روز ما چند آیت از قرآن بخوانیم که این قرآن فردا در روز قیامت بالای ما شکایت نکند؟ یا سوال کرده است که من در چی مدت، در چی مقدار قرآن باید که با کلی خوانم؟ یعنی یگان روزی معین دارد که در دوام مقصد یک هفته است، در دوام یک ماه است؟ آیا از اول قرآن تا آخر قرآن در چی مدت باید که ما یک بار کل قرآن خوانیم؟ همچنان در یک روز چند آیتی را باید که ما خوانیم که مقصد از ذمه ما ساقط می شود حق قرآن؟ برادران عزیز و گرامی، حقیقتا این برادر عزیز ما بسیار سوال با مورد کردن، بسیار سوال با مورد کردن که یعنی ما در یک روز باید چند آیت از قرآن بخوانیم، یا اینکه مقصد مدت چی مدت در کار است برای مقصد یک ختمی گویم قرآن کردن؟ آیا دارد مثال یک روزی معینی دارد؟ گفته از ما این برادر پرسیدن. چگونه ای که من گفتم برادران عزیز بسیار سوالی با مورد است. به خاطر چی میگویم که امروز قرآن خوانی با گمان من، این گمان است برادران عزیز، امکان دارد که گمان من درست باشد، امکان دارد که گمان من خطا باشد. در گمانم که امروز قرآن خوانی در بین ما مردم مسلمان یا در خاندانای ما مردم مسلمان خیلی کاسته شدگی است. یعنی به قرآن خواندن توجه ما و شما امروز کم هست، یا اینکه بسیار میل ما به قرآن کم شدگی برادران عزیز و خواهرای بسیار گرامی. از این لحاظ من این سوال بسیار سوالی با مورد دانستم و برای شما قبلا تاکید میکنم که شما حرکت کنید که در خاندان هاتون بیشتر قرآن خوانید، زیرا برادران عزیز و گرامی در خاندانی که وقتی قرآن هست و او قرآن در او خاندان تلاوت می شود، در او خاندان فیض هست برادران عزیز، در او خاندان برکات است، در او خاندان بسیار خیرهای زیاد است. در اونجا شما میدانید که نزول ملائکه های رحمت می شود. در اونجا دیگر گویم شیطان، وسواس های شیطان دیگر در او خانه جای برای خود سرپناه نمیابند، جای برای خود نمیابند که در اونجا یعنی یک ساعت و یک روز در اونجا برای خود همچو یک مثل مهمان خانه واری اونها داخل شوند. از این لحاظ بسیار من از شما دادرها و خواهرها و پدرها یعنی گویم درخواست میکنم و همچون خواهش میکنم که اینا در خاندان هاتون هر کدامتون اگر چند نفری باشین حرکت کنین که قرآن خوانین. بسیاری برادرها ما را سوال میکنن که آیا ما را زنها ما قرآن میخوانند، ما خودمان از اونها اگر قرآن آموزیم
آیا ممکن هست یا نه؟ بله ممکن است، فرقی ندارد. وای مثال بگیم یا خواهری تو هست یا اپی تو هست یا ینگی تو هست یا اینکه مقصد بگیم خانومی تو زنی تو هست، از اونها وقتی که شما قرآن می آموزین البته شریعت را اجازت میتید. برای همین بسیار نیک می شود برادرایی که زنهاتون اگر قرآن خوان باشند خداوند برکتشان تید که اونها قرآن میخوانند و این به دنیا و آخرت تو هم فایده دارد. و زمانی که با اگر شما مقصد از اونها قرآن آموزید با یک باره در بین شما لذت و برکت و با خیر انشاءالله خاندانتان در زیاد می شود. امام نووی برادرای عزیز که این حضرت شارح صحیح مسلم هست، در شرح همین صحیح مسلم نفری را به نام ابراهیم ابن ابوبکر عیاش یادآور می شود در باب همین فضیلت قرآن خواندن. میگه همین جناب ابراهیم ابن ابوبکر عیاش میگه وقتی که دم آخیر شد، وقتی که اکو دنیا را باید پدرود گوید، میگه فرزندش پیشش فیراد کرد. برادرای عزیز و گرامی، شما بینین نفرهای پیشتر در دم آخرشان چی وصیت میکردن. میگه بچه‌اش فیراد کرده، گو بچم همین قدر عمری که من دیدم به حساب خودم من در همین منزلی که زندگی کردم 12,000 بار قرآن را ختم کردم. از تو بچه جان خواهش میکنم وصیت من بر تو همین که این کار پدرت دوام میتی. این یک، یعنی از قرآن هیچ وقت کناره نگیخته، همیشه قرآن تلاوت کن. دویم وصیتم بچم همین است که در همین منزلی که دیوال این ببینین تمام اشیایی که در این خانه است همه اینها صدای قرآن شنیدگی هم. بچه جان گفت مبادایی که در همین منزل دست به یگان گناه نزن، زیرا که این خانه گفت 12,000 بار ختم قرآن گوش کردگی است. برادران عزیز و گرامی، خوش به حالتون که وقتی که ما پیروی از این عزیزای خدا میکنیم با دردم آخیرمان با فرزندکامون فیراد میکنیم، میگیم بچم خواه مادر باشد خواه پدر باشد دخترکاش بچه‌کاش دوام دهنده همین کار، یعنی همین راهی را که من بچم گرفتم و از این خواندن این برکت و خیر و اجر زیاد گرفتم، این کاری مرا بچم دوام بده. خوش به حالشان. بگذار این وصیت هر کدام ما و شما برای فرزندامون باشد. اکنون من برای سوال این نفری که باید قرآن در مدت چی مقدار، یعنی این مقدار دارد، در چی مقدار باید یک بار خوانده شود کلا از اول تا آخر، یا هر روزه برای ما چی مقدار از آیات های قرآن خوانیم که تا این قرآن بالامون شکایت نکند و همچنان شکایت نکردنش یک جانب و روز قیامت که قرآن خواننده هاش شفاعت میکند، یعنی یاردم میکند، کمک میکند، ما و شما را شفاعت کننده باشد. میایم به سری همین مسئله. در دست من این کتابی صحیح مسلم است. برادران عزیز، در اینجا خب آمده است
حدیث 1160. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما میگد کنتو اصوم الدهر و اقرأ القرآن کل لیلتین. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص برادران عزیز گفت که دائم روزدار بودم. برادران عزیز، ما باید در این مسئله هم از بس که امروز خدامون که عبادتمون کم شده، توفیقمون کم شده، شاید این چیزها را دیگر عقلهای ما بگیم یا قلبهای ما شبهه میکنه. وقتی میشنویم حضرت عبدالله میگه دائم روزدار بودم و هر شب قرآن میخواندم، کلی قرآن میخواندم. برادرها خوب اهمیتین حدیث پیامبرمون است. یکی از کتاب‌های معتبر ما و شما این کتاب امام مسلم است. گو هر شب قرآن هم میخواندم و روزها روزدار بودم. من بسیاری عباره هاشا نخوانم، معناشا گویم. بعدا میگه نفری به پیش پیامبر گرامی این خبر را برد. گفت پیامبر گرامی، مقصد شاید از عبدالله وصف کرده باشد، تعریف کرده است که عبدالله فرزند عمرو فرزند عاص روزها روزدار است، بازم این در همین 24 ساعت قرآن با کلی میخواند. وقتی این سخن به پیامبر گرامی رفت، پیامبرمون میگه حضرت عبدالله را فریاد کرد. ببینید اینجا دو خیلی روایت است، یا با پیشش آمد یا فریادش کرد. گفت با پیش مرا بگینش بیاید. وقتی آمد پیامبر گفت که خب علم اخبر انک تصوم الدهر و تقرأ القرآن کل لیلتین. گفت با من خبر رسید است که شما هر روز روزدارین، هر روز روزدارین و هر روز قرآن با کلی میخوانین. حضرت عبدالله میگه گفتم که بله یا نبی الله، بله گفتم. ولم ارید بذالک الا خیر، الا الخیر. میگه گفتم حضرت بله کسی گفت است، درست گفته، من روزها روزدارم و هر روز قرآن همشا میخوانم. لیکن گفت حضرت من از این کار میکردگیم فقط به مقصد خیر میکنم، به مقصدی که این چیز برای من بسیار پسنده، من به خاطر ثواب میکنم این کارا، یعنی دیگر یگان مطلب و مقصد ندارم. پیامبرمون گفتن که در دوامش گفتن خوب میشود که تو روزه بردوام تا قطع کن. حالی ما را پیامبر از دائم روزه گرفتن برادرای عزیز من کردگی است. یعنی میگه نه عن الوصال عن صوم الوصال، یعنی پی در پی دائم گرفتن از روزه را پیامبر ما نهی کرده است. این در ما هم هست مردمی که دائم روزدار است. همو آدم اگر پرسی میگم مقصدم دنیا قد دنیای نیست، برای آخرت ما ذخیره کردیستم. لیکن برادران عزیز چیزی را که پیامبر گرامی تعلیم دادن که هیچگاه مقصد از فرموده من، از تأکید من، خب شما باید مقصد بخبر نمانید. از این لحاظ شما باید که وقتی دائم روزدار باشین موافق این حدیث
پیامبر گرامی را من میکند. میگه عبدالله دیگر روزه بردوام نگی، بلکه هر ماه 3 روز روزه بگی. ما ایام 20 میگیم، میدونی نه، مقصد 13 14 15 بین هر یک ماه را روزه گرفتن شد. میگه به همین مصلحتش داد. بعد گفت که حضرت عبدالله گفتن، بعد گفتن انا اون اینی اطیق و افضل من ذالک. حضرت گفت اوخی من دایم روزه میگیرم، من قدرت دارم، قوت دارم، توانایی دارم، این 3 روز برای من بسیار کمه. گفت میگه بعد پیامبرمون گفت این لزوجک علیک حق و لزورک علیک حق و لجسدک علیک حق. گفت عبدالله گپ زیاد نکن، بدان که زن بالات حق داره، جسد بالات حق داره، یعنی جسدهاتون بالاتون حق داره، چشمهاتون بالاتون حق دارد، دستها بالاتون حق دارن. بینین، یعنی الله هم بالات حق دارد، مهمان هم بالات حق دارد، همه اینها بالای تو حق دارن. نمی شود که تو فقط در دنبال مقصد همین روزه گرفتن باشی و قرآن خواندن باشی و حق اینها که ادا میکنن. یعنی تو وقتی که تمام مشغولیت به روزه و به قرآن صرف میکنی، حق اینها را که ادا میکنه، حق فرزندا را که ادا میکنه و طلب کار، طلب کسب که اینها هم به ذمتن، اینها را که حل میکنن. پیامبرمون وقتی این سخن گفتش، بعدن گفت که روزه بگو که روزه حضرت داوود را که وای بین حضرت گفت روزه بگی روزه حضرت داوود را فانه کان عبد الناس، زیرا از همه بنده ای که بیشتر عبادت داشت و حضرت داوود بود. تو میدانی گفت که بهترین روزه روزه داوود است و بهترین نماز حضرت داوود است. گفت تو از روزه حضرت داوود بگیر. وای عبدالله گفت از تو 1000 بار وای باز پای به عبادت بود، وای اعبد الناس بود، وای از همه ده زیاد عبادت داشت. حضرت عبدالله بعد گفت که حضرت داوود چگونه روزه میگیرید؟ گفت 1 روز میگرفت، 1 روز میخورد. برادرای عزیز بینین، حضرت عبدالله در حال قبول کردن، زیرا آخی نماینده الله در روی زمین ای، چقدر سخنی را نمیگیریم. ولی بعضی برادرها را میگیم که حضرت من کردگی است، مقصد خدا برکتت، یا من میفهم که نیتی تو نیکه، گمانت نیکه، کارت بسیار برای خودت پسند خوبه، لیکن معلم بشریت این بگیم هدایتگری به سوی الله ما را میگد این کار شما نادرست است. از این لحاظ حضرت عبدالله قبول کردن. بعد از اون گفتن که انا قرآن گفتن، حضرت گفتش وقرأ القرآن فی کل شهر، گفت تو هر شب قرآن میخوانی، این زحمت ای، این بسیار حرجه. گفت در اسلام خیلی که در ابتدا گفت تو از همه این مشغولیت و کارها و حقایی که دیگرها بالا دارن اونها گو ادا نمی شود. اگر در قرآن خواندنت ثواب بگیری، حق اینها را ادا نکردن در با گناهگار میشه. گفت در ماه گفت 1 بار قرآن را بخوان میشود. بعد باز تکرار کرد حضرت، گفت اینی اطیق افضل من ذالک. حضرت گفت بسیار 1 ماه مقصد دوری بدای، یعنی من عاشق قرآنم، من بسیار به قرآن میل زیاد دارم، میخواهم که
مقصد در روزهای نزدیکتر یک ختم قرآن کنم. پیامبرمون چی گفتن؟ گفتن فقرأ فی کل 20. گفتن خیلی در 20 روز یک بار بخون می شود. بعد از اون با تکرار کردن. گفتن حضرت از این در من بیشتر دارم این امکانیت. حضرت گفتن که فقرأ فی کل 10. خیلی در 10 روز یک بار بخون. بازگشته گفتن حضرت امکان دارد که با مثال روزهای نزدیکتر باشد با برای من خیره. بعد حضرت گفتن بعد از اون گفتن که فقرأ فی کل 7 ولا تزید علی ذلك. گفتن میلش گفتن در 7 روز یعنی یک هفته یک بار بخون بس. از این دیگه گفتن پایان نرو. یعنی در یک روز 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز 6 روز نه. اگر بسیار مقصد عاشقی میل داری یعنی 7 روز برای تو گفت بس. باز در دوام بدم جه فإن لزوجک علیک حق ولجسدک علیک حق بین ولعینک علیک حق. هر یک صاحب حق را حقش گفت. جسد بالات حق دارد گفت عبدالله. بین زندگی بالات حق دارد. خانمت بالات حق دارد. فرزندات حق دارند. یعنی مقصد با اینها هم مشغول باش. این نمی شود که تو روزدار روزی دراز روزدار و روزی دراز با قرآن. پس این حال فرزنداری و زنداری و زندگی و این عضوهایی که مقصد وقتی با روزی دراز روزدارن اینها را اینقدر خسته و درمانده و حالا که اینا هم بالات حق دارن. پس برادران عزیز و گرامی بسیار حضرت برای عبدالله اگر چنده که برای عبدالله همو کاری خودش خوش آمد بود ولی وقتی گفت روزه داوود میگیری یا روز میگیری یا روز میخری و قرآن کمترین روز 7 روز بیشترین بلندترینش 1 ماه. برادرها شما از این سخن عبدالله هم برای همه ما هم درسه. یعنی ما از این مثال اگر در 1 ماه هم نتانستیم ما اون توفیق و اون مهر و اون اخلاصی را که این عزیزای خدا داشتن امروز در ما و شما نیست برادرها. از این لحاظ اگر در ماه هم که ما نتانیم حداقل در 2 ماه حداقل در 3 ماه 1 بار قرآن ما باید بخوانیم برادر عزیز. یعنی این قرآن در خاندان ما و شما باید دائم برادر عزیز تکرار شود. بعد در دوام حدیث میگه حضرت عبدالله گو وقتی این سخن بر من گفت بسیار برای من گران آمد. یعنی مشکل شد کاری من. مشکل به معنای که من دیگر مقصد بعضی حالت ها وقتا ما که در حق این خانواده که صرف میکنم گفت همین چیز برای من خوب نیامد. یکی برادرها بینین بعد میگه پیامبر میگه گو انک لا تدری لعلک یطول بک عمرک. گفت پیامبرمون چی زیبا گفت آدمی دوراندیش بود. گفت عبدالله آلی گفت قوت داری آلی توانایی داری آلی مقصد جسمت به قوت های آیا دوره پیری تا فکر نمیکنی که آیسته اگر عمرت درازی کنه بعد این وظیفه را که تو برای خودت انتخاب کرده تو وقتی او وقت تا دیگر نتانی کرده بعد چی میشه و حالت؟ بعد در دوامش گفت که بعد حضرت عبدالله میگه انا وقتی که میگه عمرم درازی کرد میگه عمرم خیلی درازی کرد. گفتیم پیغمبر خدا شید میگه دیگر در 1 هفته خوانده نمیتونستم دیگر روزه حضرت داوود هم گرفته نمیتونستم و گفتم ای خوش به حالت پیامبر گرامی که مقصد چی مصلحتی نیکه چی مصلحتی خوبه برای من دادی. پس برادران عزیز از این حدیث جناب امام مسلم ما فهمیدیم که یعنی کمترینش 7 روز بالاترینش
یعنی یک ماه باید که ما قرآن خوانیم. دیگر برادران عزیز، اینجا در من یک چند حدیث های در این باب آمده است که برای شما گفته میگذارم. اکو موضوع مقصد قرآن که هست، چیزی که من برای شما تاکید کردم، شما بینین که مثال ما حدیث داریم، میگه پیامبرمون که حضرت عثمان دامادشان ابن عوفان که حدیث میارد امام بخاری و امام مسلم، میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه. پیامبر گفته است در بین امتام بهترین امتام آن نفرهای هستند که خود قرآن میخوانند، با همین علم قرآن خوانیشان با دیگرها هم تعلیم میکنند. اینا گفتن بهترین امت من به شمار میروند. در دیگر حدیث من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف. پیامبر نازنین گفتن اگر کسی یک حرف از قرآن میخونه برای او 10 ثواب است. ببینید، ولی در ابتدای قرآن ما سوره بقره را آغاز میکنیم، الف لام میم، حرفش اگر چند یک کلمه است، لیکن میگه در الفش 10 ثواب، در لامش 10 ثواب، در میمش 10 ثواب، یعنی الکی 30 ثواب در یک الف لام میم میگوی 30 ثواب ای نزد الله میگیری. برادرای عزیز، چقدر ثواب زیاده در یک کلمه بسم الله. ببینین 13 حرفه، وقتی بسم الله الرحمن الرحیم 130 ثواب. الحمدلله رب العالمین وقتی میخونی ای سوره فاتحه 16 حرف، یک الحمدلله رب العالمین 16 حرف 160 ثواب. یک بسم الله قطعی یک الحمدلله رب العالمین 290 حساب که 300 ثواب. چقدر الله مهربان برادرای عزیز برای ما و شما گرفتن ثواب آسان کرده است. چقدر حدیث های زیاده داریم. خب پیامبر ما گفتن صلی الله علیه و سلم که این برادرها الترغیب و الترهیب من حدیث شریف جناب امام منذری هست، بسیار الله رحمتش کند، بسیار جمع آوری خوب کرده است. میگد که حضرت از پیامبر نازنین ما گرفتن، گفتن من قرأ 10 آیات فی لیلتین لم یکتب من الغافلین. ایرا امام حاکم با اسناد صحیح روایت کرده است. میگه پیامبر میگه کسی اگر در یک روز 10 آیت بخواند او را همچون آدمی در غفلت نویسانده نمی شود. کسی اگر 10 آیت خواند. در دیگر حدیث آمده است که گفته است من قرأ فی لیلة 100 آیه کتب من القانتین. اگر کسی در یک روز 100 آیت خواند او را الله مهربان مثالی کی میکند؟ مثال یک نفری که همین 24 ساعت در درون نماز است. هر کسی که برادرای عزیز، هر کسی که اگر 100 آیت خواند وای همچنان است که 24 ساعت در درون نماز خوانده ایستاده است. از این لحاظ انشاءالله من امکانها و وقتا من شود قرآن من برادرای عزیز یک بابی مخصوص میکنم که از فضیلت های خواندن مقصد قرآن برای ما و شما چی میرسد. ولی انشاءالله من بسیاری از آن چیزایی که مهم بود برای ما من گفته گذاشتم. بسیاری از اصحاب پیامبر، بسیاری از مادرهایی که بودن، اونها بسیار قرآن زیاد میخواندن. منم بر مادرهایی که امروز خانشین هستند، مادرهایی که مقصد امروز یگان مشغولیت ندارین، یا خواهرهایی که همچنان
شما از او وقتهای زیاده که مثلا در تلفن میگذرونین یا در یگان کار بیهوده میگذرونین، شما از قرآن تعلیم بگیرین. شما مقصد از یک ورقی ایره خواندگی ده میدونید چقدر ثواب الله مهربان برای تو نصیب میگردونه. ولی اگر از بس که شما بسیار معلومات در گرد دین که ندارین، از خانه قبر و قیامت که آگاهی ندارین، برای این سخنهای مرا فهمیدن مقصد شما درک نمیکنین. زیرا که انسان وقتی که خانه قبر میرفته است یا انسان وقتی ای دنیا میگذرد، شما میدونید که بسیار بسیار و حسرتی میبرد. یعنی مادامی که چیزهایی را که با او نشان داده می شود، حالتهایی را که او دیگر بعد مردن می بیند که امکان داشت که در دنیا با آن شرایط ها و با آن فضیلت ها و با آن مقام هایی را که در دیگرها می بیند امکان داشت که همین آدم هم به همون مرتبه ها برسد، لیکن از بس که نکردین فقط شما با خودتان در همراهی مردنتان حسرت میبرید، پشیمانی میبرید چرا نکردم. برای همین عزیزای خدا میگن فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. خواهرها و مادرها و برادرای عزیز، هر لحظه عمرتان بسیار قیمته، بسیار ارزش بلند دارد. حضرت میگه ارزان نفروشش، مقصد بیهوده نگذرانش، بیفایده نگذرانش. هرگاهی که اگر مقصد وقت یافتی قرآن بکشا. خواهر عزیز، مادر عزیز، شما میدانید این قرآن برای خاندان شما برکت است، برای فرزندایی که شما میارین در آینده وای برکت است، برای بگیم خانه قبرتان برکت است، برای روز قیامت و روز جان دادنتان همه اینا برکت است. از این لحاظ این چیزا ای دست نتی. وقتی پیامبر میگه بهترین شما کسی است قرآن میخونه، حرکت کن که ای زمره بهترین بندگان خدا باش. الله مهربان همه شما را حفظ کند و سوالی که در من بود انشاءالله من جواب او را گرداندم. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل، سهرت تعبت وقد طاب